خیلی هم نزدیک نشم میرم تو تهران. بابا قلب آدم وای میسته این بار رو نام کنم. خونه ما سر وای خونه ما اینجا که دیده نمیشه، دوره دور. فردا میخوام برم شیمی درمانه. خیلی هم ناراحتم، خیلی قصه دارم. من علی ترابی هستم، 10 ساله. از وقتی 4 ساله بودم تومور مغزی دارم. منم مثل همه بچه‌های مریض خیلی مامانم رو اذیت میکردم. گریه میکردم، دارو نمیخوردم و هی بهونه میگرفتم. مادرم با من خیلی مهربان بود. یک روز که خیلی گریه کردم که چرا باید من مریض باشم، دارو بخورم، مامانم گفت چرا با مریضی خودت دوست نمیشی؟ چون اگر تو با اون مهربون باشی اونم تو رو اذیت نمیکنه. مامانم به من گفت خدا برای بچه‌های مریض یه فرشته میفرسته که همون مریضی اوناست. این فرشته همیشه همراه توه. اگر اذیت کنی و گریه کنی فرشته ناراحت میشه. بیا با مریضی خودت دوست باش. من از همون روز با مریضی خودم دوست شدم. هر روز براش جوک تعریف میکردم، با هم منچ بازی میکردیم. وقتی مدرسه میرفتم تو درسام کمکم میکرد. مثلا وقتی نمره دیکتم کم میشد میگفتم تو چرا کمکم نکردی؟ سعی میکنم آروم باشم چون فکر میکنم اون مریض شده و من باید بهش کمک کنم تا حالش خوب بشه. مامانم گفته بعضی از این فرشته ها بچه‌ها رو پیش خدا میبرن، چون خدا دوست داره این بچه‌های خوب پیش اون باشن، ولی میتونن از اون بالا مامانشون رو ببینن. من دکتر خودم دکتر عباسیون رو خیلی دوست دارم، اونم منو خیلی دوست داره. ما همگی، من، دکترم، تومورم و خودم دوستای صمیمی هستیم. با هم جوک تعریف میکنیم، میخندیم. من از وقتی مریض شدم دوستای زیاد و خوبی پیدا کردم. امیدوارم هرچی زودتر حال من خوب بشه و دیگر دارو نخورم و درد نداشته باشه. من همه رو خیلی دوست دارم، مخصوصا مامانم و خدایی. ماما همینم دومون چیه؟ دومون یه دشمنیه که همه جای بدن آدم هست. آدم اگر قوی نباشه اون تومور آدم رو میکشه. آدم باید قوی باشه که تومور رو بکشه. علی تنها پسر منه. من بعد از 20 سال نازایی خدا علی رو به من داده. از 4 سالگی که فهمیدم علی مریضه دیگه زندگیمون خیلی خیلی تلخ شد. نمیدونستم چجوری علی رو نگه دارم، چجوری علی رو حفظ بکنم. خیلی سختی کشیدم تا بتونم اصلا قبول کنم علی مریضه. بعد که بردمش گفتن نمیشه عمل جراحی کرد، رو سر شنت گذاشتن، نمونه برداری کردن و همه چیز رو سپردن به خدا و هی دکترها گفتن ما هر کاری لازم بود کردیم، ما هر کاری لازم بود کردیم. من از 4 سالگی میرفتم بیمارستان و شیمی درمانی میشدم و 3 دوره میرفتم، هفته یه بار بود. 3 دوره میرفتم میشد 3 هفته میرفتم میشد یه دوره و من بعدش کپسول BP16 یا همون اتوکسید میخوردم و خیلی اون موقع اصلا نمیتونستم کپسولا رو بخورم. هم و روحیم هم خیلی خوب نبود. که اصلا اوایل من وقتی اسم شیمی درمانی میومد فکر میکردم دنیا به آخر رسیده دیگه. یعنی اصلا شیمی درمانی یه چیزی که فاجعه ایه. بعد علی شیمی درمانی شروع شد و خدا رو شکر
خوب پیش رفت. علی روحیه خوبی داشت، خیلی اذیت میکرد اوایل من، مثل همه بچه‌ها که مریض خیلی میشن. مامانم اذیت میکردم، هم قرصا رو نمیخوردم، خیلی برام سخت بود خوردن این قرصا. بعدش که یکم گذشت بزرگ شدم، با روحیه میرفتم بیمارستان، با شادی میرفتم، هم میرفتم برای بیمارستان، با قرص کپسولام بهتر از قبل میخوردم. روحیم بهتر شده بود دیگه، اونجوری مثلا وقتی میزدن خیلی دیگه دردم نمیگرفت. ولی بعد که بهش یاد دادم، گفتم علی تو این تومور همیشه با توه، تو سعی کن باهاش دوست باشی، اگر با اون دوست باشی اونم کمتر تو رو اذیت میکنه. امیدوارم که بشه یک کاری کرد برای علی، یا علم پزشکی انقدر پیشرفت کرده باشه یا چیزایی رو که ما اصلا نمیدونیم بدونیم که میشه این بیماری علی رو معالجه کرد. حالا یا راهی هست یا نه نمیدونم. من امیدوارم زودتر خوب بشم، دیگه دارو نخورم و شیمی درمانی نرم. من هنوزم که به این سن رسیدم، وقتی میرم بیمارستان بچه ای رو میبینم داره مثلا آمپول میزنه، گریه میکنه، خیلی ناراحت میشم و سعی میکنم یه جوری هر کاری از دستم برمیاد براش بکنم. و من دوست دارم وقتی بزرگ شدم هم بچه‌های مریض کمک کنم، چون یه زمان خودم هم اینجوری بودم و من دوست دارم زندگی کنم، ادامه تحصیل بدم و درسامو بهتر بخونم. حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری، واسه چی میخونی؟ میدونم و حق داری اینو بهم بگی، ولی عشق هم زبون میتونه باشه دلیلش. تو حرفای دلت آه سینه سوزن، وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردم، دنیا رو فش میدم با یه سرما خوردم. چه برسه به تو که چی بگم، ما سرازیری به سوی در با شیوه کن، ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقتش غم از دلت برداری. خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا، روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست با دست پر هم نشین، تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل توی فن کشتی، یعنی تو درداتو با خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش تو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقت